قتل خونین در جوادیه تهران و فرار هوشمندانه قاتل که باعث شد 9 ماه خانواده مقتول به دنبال اون باشند. دعوایی که باعث این قتل وحشتناک در یکی از محله‌های تهران شد، زندگی 2 هم محله‌ای رو خراب کرد. تا آخر این ویدیو همراه من باشید تا راز گیر افتادن این قاتل زرنگ رو کشف کنیم. ماجرای این پرونده برمیگرده به شبی در اوایل اسفند ماه سال 1401 در محله جوادیه تهران، جایی که مردی به دست یکی از هم‌محلیه‌هاش به ضرب چاقو به دفعات زیاد کشته میشه. ولی دلیل این قتل چیه؟ مقتول ما که رامین نام داره، در اون شب با یکی از هم‌محلیهاش دعوا رو شروع میکنه. قاتل ما که علیرضا نام داره با چاقوی جیبی خودش به سمت اونها میره و بازوی رامین رو زخمی میکنه. رامین که خودش رو زخمی میبینه پا به فرار میذاره و علیرضا هم به دنبالش میره. ثروت اونورتر رامین رو گیر میندازه و همونطور که توی فیلم مداربسته میبینید به دفعات خیلی زیاد بهش چاقو میزنه. وقتی به خودش میاد با بدن خونین رامین روبرو میشه و پا به فرار میذاره. کسانی که در اونجا بودن به پلیس اطلاع میدن. با اومدن پلیس اونها با جسد خونین رامین روبرو میشن و به پزشکی قانونی انتقالش میدن. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه پرونده، حتما ما رو لایک کنید. خب در ادامه ماجرا بعد از بررسی‌های انجام شده، پزشکی قانونی اعلام میکنه رامین به خاطر ضربات چاقو، مخصوصا ضرباتی که به گردنش وارد شده، جون خودش رو از دست داده. تحقیقات پلیس شروع میشه و اونها چاقویی که علیرضا با اون رامین رو به کشتن داده توی سطح آشغال کمی اونورتر از صحنه جرم پیدا میکنن. همچنین با استفاده از دوربین‌های مداربسته قاتل را شناسایی و حکم بازداشتش رو صادر میکنن. اما علیرضا رو پیدا نمیکنن و خبر میرسه که از طریق مرز زمینی به صورت قاچاقی به ترکیه و بعد از اون به یونان و سپس به اروپا رفته. خانواده رامین که پیگیر دستگیری قاتل بودن، از طریق وکیل بین‌المللی حکم دستگیری علیرضا رو میگیرن و پلیس اینترپل به دنبال علیرضا میفته. همزمان با این اتفاق خانواده رامین در ترکیه پرونده قتل رو به جریان میندازن تا از این سمت هم بتونن علیرضا رو محکوم کنن. وقتی همه در خارج به دنبال علیرضا بودن، کسی خبر نداشت که در واقع اون نه در خارج و نه حتی در روستایی در ایران، بلکه در خود تهران تمام مدت ساکن بوده و در سعادت آباد زندگی میکرده. اما ماه هیچ وقت پشت ابر نمیمونه و بعد از گذشت 9 ماه یکی از دوستان رامین توی سعادت آباد علیرضا رو میبینه و به خانواده رامین خبر میده. اونها به پلیس اطلاع میدن و با فهمیدن محل زندگی علیرضا، پلیس تمام سعادت آباد رو میگرده و بالاخره در 29 آبان امسال علیرضا دستگیر میشه. بعد از دستگیری اول علیرضا نمیخواسته زیر بار قتل بره، اما با دیدن فیلم دوربین‌های مداربسته اعتراف میکنه، اما میگه که توی حال خودش نبود و قرص مصرف کرده و میخواد اینجوری روند پرونده رو عوض کنه. به نظر شما چه دلیلی پشت این قتل خونینه؟ چه چیزی باعث شده که علیرضا اینقدر وحشیانه رامین رو بکشه؟ منتظر نظراتتون راجع به این پرونده هستم. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. بازپرس اما حرفای علیرضا راجع به مصرف قرص رو باور نمیکنه و ازش راجع به نقشه فرارش میپرسه. اون میگه که من همون اول به ترکیه رفتم و مدتی اونجا بودم. وقتی همه باور کردن که اونجا به تهران برگشتم و فقط محلم رو عوض کردم. سعی کردم زیاد بیرون نرم اما بالاخره پیدام کردم. پلیس بعد از گرفتن اظهارات علیرضا اون رو به محل حادثه برای بازسازی صحنه میبره و بعد از شبیه سازی قتل علیرضا به دادگاه فرستاده میشه. پرونده هنوز در جریان و خانواده رامین فقط قصاص میخوان و به نظر میرسه با توجه به مدارک و مستندات به قصاص محکوم بشه. در ادامه به بررسی پرونده قتل و تجاوز وحشیانه به زن جوانی که قربانی نقشه دوستش شد میپردازیم. این ویدیو رو از دست ندید.